بینان تبریکاتی ما امروز میگوییم جوانی یک لحظه های خاطرمان و تاریخی است. جوانی یک لحظه است که مانند باد و هوا از سر ما گذشته می رود. امروز دوستان عزیز ما ختم کنندگان مکتب میانه رقم 18 را میخواهیم تبریک گوییم، نیت های نکو را برایشان رسانیم و تشکر خانواده بخملخاله را برای مأموریت مکتب، شخصا برای دیرکتور مکتب میانه رقم 18 برای شامامیدوف اشوربای، برای راهبران نبیره هایشان رسانیم. همراه شمایان به هم بینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان امروز بزم زیبا را ما آغاز میکنیم. رفتیم. پدر فرزندی هنر زنده کند نامی پدر. مرحمت. السلام علیکم استادان عزیز، همکسبان، معلمان که همچون برای ما پدر و مادر هستند. السلام علیکم ختم کننده ها، خواننده های عزیز. امروز برای ما افتخار است، یک لحظه های بسیار هم شادی است که در این خیلی روزی فرح، در این خیلی روزی شادی شمایان را آمده شاد باش میگوییم و البته از این خیلی لحظه های خرسندی، فرحمندی ما نیز بهره‌مند شده ایستاده ایم. عزیزان، پیش از تبریک کردن ختم کننده هاگانی جان جان این مکتب میانه رقم 18 میخواستم پیش از همه دیرکتور مکتب امروزه را استاد رفیق شامامیدوف را به نزد ما تکلیف کنیم. مرحمت. معلمان بازار را بمالال باشیم، شما را نیز تکلیف میکنیم. مرحمت. و البته میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم حاتم آورا، تاجی ورا. مرحمت. السلام علیکم. مرحمت. تاجی و شما را نیز تکلیف میکنیم. حاتم آور زرینایتی. مرحمت. البته راهبر صنف خادر و مرحمت. معلمان عزیز، مهمانان، معلم یک کسب پرشرفترین است. هر آن نفرانی که مکتب را ختم میکنند ما نیز از این زینه ها گذشته ایم. بهر ما میگفتند این لحظه های غنیمت را بازار و زیور دنیا و گنجینه دنیا خریده نمی شود. امروز باشد ان همین طفلکان نازنین که اولین قدم ها را به مکتب مانده بودند الکی امروز حیات و قدم های اولین را به حیات گذاشته ایستادند، به حیات مستقلانه. امروز در این صنف انسان های بزرگ، شاعر، بوغالترها، معلم ها و البته بوغالتر یگل صاحبان کارخانه ها در اینجا با وای رسیده ایستادن در زیر دعاها، در زیر علم و معرفت و تعلیم و تربیه شما استادان عزیز. امروز میخواستم تشکر را از نام یکی از آن زنهای فعال دهه آهلی کمان از نام بخملخاله برای تمام معلم ها برای شخصا معلم عزیز دیرکتور شامامیدوف رسانیم. خاطر رسان کنیم عزیزان، برای همه ما معلوم است یا غیر چشمداش است معلم چخلی که چندین ساله همچون رئیس دهه آهلی که میانه خدمت کردند. در آن وقت که امروز گفتن نبیره من پنجم صنف بود، انا همین شامامیدوف برای من راه و رشته را نشان دادند و آن را به انا همین مکتب قبول کردند. هزاران رحمت که من علم گرفت، صاحب علم شد، صارف معرفت شد، من امروز مکتب را ختم کرده ایستاده است. تا به دنیا باشد اینقدر نیکی های کردهشان را ورد زبان کنیم کم است. برای همین دهه عزیزمان جان فداکارانه کار کردند. البته هزار رحمت استاد عزیز، همیشه صحت سلامت باشید، هیچ وقت درد و غم را نبینید. هر سال انم خیل جوانان مکتب را ختم کنند و صاحب دانشکده های دولتی شوند، فخر اهلمین آهلی شوند و همیشه در خدمت وطن عزیزمان باشند. امروز رمز تشکر خانواده بخملخاله برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت‌بهاترین که کتاب قرآن است برای شما همچون تحفه آماده کردیم. میخواهیم پیشکش شما کنیم. مرحمت. کتاب قرآن رو پیشکش میکنیم. ختم کننده های خرسک زنه میارزد برای امروزه دیرکتور. مرحمت. مرحمت. بخملخاله احمد کلام بخملایتی یک قبل نیست شما باید تشویش کرده تشویش نیست لوی مامی تا قرآن بارین عزیز شده اشرف مبارک باشد. هزار رحمت. معلمه بازار و معلمه هستند که مهمانان خواننده ها اکثر آنها میدونند که من در همین جا کار کردم. چخلی که استاد همه خیلی شخصیت بودن که من در این خواننده ها 33 نفر میخونن.
33 نفر خواننده در یک صنف میخوانند. در سر این 33 نفر فرزند انا همین معلمه هم پدر هم مادر شده همه شوخی های آنها را به عهده خود گرفتند. اگر آمده یگان معلم خواننده های آنها را گویند که امروز شوخی کرد، اگر معلمه با تمام هستی آنها را پشتگیری میکنند، چرا که فرزند شما هستند. آنها امروز از نام تمام شاگردان فرزندانتان، از نام خانواده گنجینه بانو برای شما تشکر میرسانیم. همیشه صحت سلامت باشید. معلم همراهی جوانان کار میکند، جوان میماند. بسیار جوان باشید. جوان تو جوان مانید همیشه، سرور و شادمان مانید همیشه. ببینید روی صد را در راهی عمر، عزیزی مردمان مانید همیشه. حتی قرصک زنیم برای معلم ما. مرحمت. مبارک باشد. برای خودی را تشکر میگوییم. معلم اولینشان و البته تاجیه و هزاران رحمت برای دستگیری علمین خواننده های عزیز. هزاران رحمت تشکر میگوییم. مبارک باشد. هزار رحمت. و گنجینه بانو رو میخواستیم تکلیف کنیم به صحنه. گنجینه بانو همینجا باشن اگر. مرحمت. مبارک باشد. گنجینه بانو ختم مکتب مبارک. امروز اولین قدم ها را به حیات مستقلانه میمانه. خدا کند که پیشتر میستیم. خدا کند که انا همین مانندی بازار و مانندی خودی را و مانندی معلمه ها صاحب کسب هنر شوید، صاحب معلومات عالی شده، نامبردار علمی فخری آهلیک باشید. از نام مادر عزیزتان، از نام خاله جانتان، از نام آنا جان عزیزتان شما را تبریک میگویم. بگذار نام آنها را به تمام روی دنیا مشهور کردن برایتان نصیب کند. البته امروز روز خرسندی است. هزاران تشکر گویم برای معلم ها می ارزد. معلم ها با در روز خرسندی البته نیت های نزدتان رو میشنویم. مرحمت. این نمیتونه رحمت با جای من گوشت میشم. زور میشه. هم یکاتون السلام علیکم. این روز مبارک خوش آمده. هم یکاتون با این روز همه به نصیب روزی نمیکنن. الهی خدا بشکر که همین روزکای دیده، همین روزکا به نصیب کرده خدای مهربان. من میخوام هم یکی شما در دلکاتون چی آرزویی داره آرزوتون عمل بگویه. الهی همه اشربای خدمت کردگیش آب آکیده نروه، همه گیجا باشه، هم یکاتون صاف سلامت باشه. الهی مقصد و مراداتون برسه. مکتبامون این زور شوند. معلمامون معلمه هم ماشون الهی سب بدرن. من هر زمان درسا به اشتراک میکنم. رحمت همین معلم‌ها باکی همین کشمون همین درجه باوردیم. برای همین من چیده کردم نتونسته آمده امروز همین میکروفون را گرفتم. معلم‌ها با این منم اشوربای معلم‌ها با همه به تبریک گفتنی هستم. رحمت الهی سب بدرن، خونهاشون تیک باشه همه. الهی رحمت. هزار رحمت. هزار رحمت. حسین بیم رحمتی کلام. تشکر. و البته امروز ختم کننده صنف 4 هستند. محمد جان برای حاتم و تشکر میگویم. البته فرزند عزیز رو با وی رساندن. 4 سال خط و سواد، علم، معرفت، تعلیم و تربیت دادن. محمد جان حاتم و مرحمت شما را تکلیف میکنیم. معلم اولین برای هر یک طلبه قهرمان حیات هستند. خیلی در حیات علم و معرفت، تعلیم و تربیت دادن را می‌آموزند. مرحمت معلم بابا میسپاریم. مبارک باشد. رحمت معلم جان شما. هزار رحمت. تشکر. این فوتبالیست نمی‌ولیم؟ اون فوتبالیست. استاد شامامدوف تشکر میگویم برای شما برای این خیلی تشکیلی اکتا. البته می‌خواستیم برای استادان تنها برای معلم ها شیرینی را پیشکش میکنیم برای دسترخوان و هزار رحمت. مرحمت معلم شامامدوف می‌خواستیم نیت های نیک شما را شنویم. السلام علیکم پدر و مادران عزیز، شاگردان عزیز، مخمالایتی نظیرایتی شما با پیش از همه برای سخنهای صمیمی یک جهان تشکر. الها هر یک همون نیت هایی که شما ناظر حق استادها و حق شاگردها و نیت کردید البته جامعه عمل پوشد. شاگردهایی که امروز
صنف 11 و 33 نفر شاگردهایی که ختم کرده ایستادند پدر و مادرشان من اشتراک کردند. الهیم همه انامی شاگردا چین نیتهای شیرین در دلشان میپرورند البته جامعه عمل پوشد با ختم کنندگان صنف 11 و گنجینه‌ای و من محمد جان در حیات شخصیشان آمد می‌طلبیم. رحمت کلام. هزار رحمت. تشکر می‌گویم و البته امروز که لرینکه تنتنه‌ای باز طرز یک سینری کلام می‌گذارد. تشکر می‌گویم که برای ما نیز وقت جدا کردید. البته می‌خواستیم باز نوبت را برای امشب بدهیم. مرحمت. دوامی امروزه این لحظه های زیبا را نیز ما پیگیری میکنیم، تماشا میکنیم، از این لحظه های خاطرمان و تاریخی بهره مند میشویم. مرحمت فرسیمون. استودیوی شهرنام فرزندی هنر باش نه فرزندی پدر، فرزندی هنر زنده کند نام پدر. مبارک باشد. خوانندگان عزیز، مهمانان عزیز، در این محفلمون میگویند که دیر آید و شعر آید. 4 ختم کنندگانمون دیر مونده آمدن. البته با سروری معلمه بازار رو اگر دیر مونده باشد مبارک باشد. میگویم این روزی مبارک، این روزی فرح بخش. من عزیزان، امروز یک لحظه ها که همیشه در تاریخ جاویدان میماند، آن لحظه ها را مهر ساختیم در کتاب کلانترین شهنان خود. با ما باشد. میگویم همیشگی خود را احتیاط کنید. در پناه خداوند کریم باشید.